یکی از مهمترین دلایلی که باعث میشه پارت ویولونی که با VST اجرا میشه خیلی مصنوعی صدا بده، استفاده نکردن از تکنیک‌های متنوع این سازه. تو این ویدیو می‌خوایم چند تا از تکنیک‌های پرکاربردی که در اکثر VST هم هست با هم مرور کنیم. دتاشه، استکاتو، اسپیکاتو، مارکاتو، لگاتو، پیتزیکاتو، ترمولو و مارتله. خب رفقا، فراموش نکنید که این تنها بخشی از تکنیک‌های ویولون بود. اگر دوست دارید باز هم در مورد تکنیک‌های سازهای مختلف صحبت کنیم، ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت کنید.